برادرای تبلیغ ما خوب مردم است، اما نواقص وجود داره. کدام نواقص؟ این نواقص. نصاب تبلیغ ما انزله است. الله میگه به پیغمبری خود یا ایها الرسول بلغ ما انزله، برسان آن چیزی که نازل کرده شده. الله اکبر. امروز اگر در نقش و قدم پیغمبر کسی قدم میمانه، چی را به مردم برسانه؟ شما بگوید چی را برسانه؟ این چیزی که قرآن گفته یا که از خود بگوید؟ بگوید شما. کتاب الله و سنت رسول الله. آن چیزی که ما مأمور هستیم، مسئولیت داریم، رساندن ما انزله است. ما انزله دو چیز است، کتاب الله و سنت رسول الله. چی رقم به مردم برسانیم؟ حلقات جور کنه، مدارس تعلیمی جور کنه، اینا درسا جور کنه، به مردم برسانه، پیام الله را برسانه، حدیثه به مردم بگه که مردم آشنا شون. طریقه پیغمبر را یاد بگیر، عقیده خود از قرآن یاد بگیره، عمل خود از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کجاست؟ تنها به مدارس منحصر نشود. فقط کسی که طالب میشه بره 16 17 سال تحصیل میکنه، قرآن و حدیث برش خوانده شود، عوام بیچاره همونطور بشینه. نه، برسانه. برکات قرآن چقدر است. یک عالم برام میگه الله برات اجر بده مولوی صاحب. چرا این دعا را برام میکنی؟ گفت یک روز در کمپانی تیر میشدم، دو دکاندار بین خود جری بحث داشت. موضوع گفت هر کدامش میگفت که نه در حدیث اینطور آمده و دیگهش میگفت که نه این حدیث ضعیف است. گفتم الحمدلله. سید عوام دکاندار گپی حدیث یکیش ضعیف و صحت یاد داره. گفت برکات درس ها اینی قدر است که حتی یک آدم عامی فرق میتونه که دلیل داره یا نه، ضعیف است یا صحیح است. اگر اینمی قسم درس ها روان باشد در پولوی تمامی کارهای ما، الله متعال چقدر مساجد برای چی الله تعیین کرده؟ 5 وقت نماز تنها یک عبادت که الله فقط به رکوع و سجده شود. مسجد نبوی امیر رسالت داشت. مسجد نبوی ابو هریره را تربیت کرد، ابن مسعود را تربیت کرد، ابن عباس، ابن زبیر، ابن چیزا عمر یا را تربیت کرد. همین مسجد نبوی نه پانتونی علایده بود، نه مدرسه علایده بود، هیچ چیز نبود. همین مسجد نبوی بود تعلیم شروع بود، همین مسجد نبوی بود درس شروع بود. خوب ما چرا این مسجدای ما فقط تیم تعیین است، مردم داخل شوا بیرون شوا، داخل شوا بیرون شوا، نمازم به وجه درست نه، حتی طریقه نماز خدا یاد نداره. چرا 5 دقیقه برای یک حدیث، خلاص یک حدیث کوتاه مختصر به مردم بیان شود. نماز است برادر، همین حدیث است. زمانی که پیامبر در مسجد می آمد کدام پای خدا اول داخل میکرد؟ راست. چی میگفت؟ بسم الله و الصلاه و السلام علی رسول الله، اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. این دعا را میگفت. دیره بعد یاد بگیریم ما خیر. خلاص آدم طلبگار دین برش میگه که مولوی سی برام نوشته کو، مولوی سی برش میگه نوشته نکو، کتاب اذکار است، اذکار صبح و شام و دعاهای کلی پیغمبر اسلام در سند و روایت صحیح موجود است. اون قطعه بعد دائم باشه مسلمان هستی. خب اینطور کتاب است، فارسی ترجمه داره. بله الله اکبر. خو یک خزانه را برای ما بخشیدی. نیست این گپا نیست. الله رحم بکنه. اگر ما وارث پیغمبر خدا میگیریم علما، به الله قسم علما وارث پیغمبر به این نمیشه که در مسجدها قرار خواب بکنه، صدقه فطر مردم جمع کنه و در مرده ها در اسقاط بشینه. اگر وارث پیغمبر وقت میشه که کتاب الله و سنت رسول الله را به مردم برسه. چرا که الله پیغمبر خود مامور میکنه یا ایها الرسول، پیغمبر بلغ ما انزل الیک، برسان چیزی که برای تو نازل کرده شده، من ربک، از جانب پروردگار تو. چرا؟ ما انزل از من ربک سبب کامیابی، هدایت، نیکبختی، روشنی، هم عزتمندی امی مردم است. مردم که عزتمند میشه توسط ازی میشه، حقیقت دین خدا درک میکنه که ما چی میکنیم چی نمیکنیم. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر توی کار انجام ندادی رسالتی تا تکمیل نکردی. این تو رسه. و ان لم تبلغ فما بلغت، اگر تو تبلیغ نکردی تبلیغ نکردی. این معنا دار؟ نه. در بلغ ما انزل الیک من ربک 3 نقطه قید، 3 قید موجود است. چند قید موجود است؟ یا ایها الرسول، پیغمبر بلغ برسان ما تمامی آن چیزی که انزل الیک بری تو نازل کرده شده، یک حکم پنهان کرده نمیتونی کلش. اول نقطه این قید است. پس پاسان که میگه و لم تفعل، اگه کار نکردی در جمله احکامی که بری تو نازل شده یک حکم پنهان کردی نرسانیده اومد، فما بلغت رسالت، ذمه‌واریت تکمیل نکردی، خلاص مسئولیتت به جای باقی مانده. یک قید. دوم قید یا ایها الرسول، پیغمبر بلغ برسان ما انزل الیک، آن چیزی که نازل کرده شده برای تو،
چه قسم برسان؟ با جهر آشکارا پنهان منهان نباشه که یک حکم به یک نفر پنهان بگویی در دیگران نگویی. نه، اگر این کار کردی در یک نفر پنهان گفتی در دیگران اعلان نکردی و لم تفعل، اگر با جهر با آشکارا بیان نکردی فما بلغت رسالت، ذمه‌واری تکمیل نکرده. پیغمبر مسائل دین جهر میگفت، پنهان منهان نمیگفت. دو قید. سوم قید، یا ایها الرسول، پیغمبر علیه السلام، بلغ برسان ما اون چیزی را انزله که نازل کرده شده الیک وسیعتی من ربک، از طرف پروردگار تو، بدون لحاظ کسی، حراس از کسی نداشته باشی که اگر این حکم بگویم فلانیا خفه میشه یا بر ازوا بر میخوره بان که ولی نگویم. نه در بیان حکم الله لحاظ و ملاحظ کسی نمیشه. سه قید موجود شد. کلی احکام بگو یک دانم نمانه. بندی بر الله آشکارا و به جرأت تو دلاوری بگو. اگر به جرأت دلاوری نگفتی بزدلی کردی، باز رسالت تکمیل نکردی. سوم لحاظ کسی را نکنی در رساندن احکام الله و تعالی. عالم ما امی آیت در پیش خود بگیره بگویه. کلی مسائل عالم سے بیان کردی. در یک سال 56 جمعه تقریبا یا 54 جمعه میاد. تو را به الله قسم در 56 جمعه یک جمعه تا به عقیده توحید و به بیان حقیقت توحید اختصاص دادی که مردم عقیده خدا یاد بگیره؟ نه. خیر چی بود در جمعه ها؟ گاهی قصه نوح علیه السلام بود، گاهی قصه ابراهیم علیه السلام. مطلب قصه نوح بیان نمیکنه به مردم که چی مطلب داشت. قصه یوسف و زلیخا را شروع میکنه، خیر و خلاص، دو طرف ختم میکنه. 56 جمعه را خطبه میده. کدام بس موضوع بیان شده؟ نه. این پشتی سر امی معزن توحید یاد داره یا نه؟ ها؟ والله ما چم دیگه توحید خودی از یاد نداره. معزنش از کجا داشته باشه؟ آیت قرآن کلی مسائل دین رساندی؟ ها؟ یک. دوم، با دلاوری و جرأت آشکارا به مردم بیان کردی؟ نه، بسیاری گپا هست که به مردم گفته نمیتونن. رفع الیدین به مردم گفته نمیتونه که سنت است. در حدیث ثابت است. میتونه؟ نمیتونه. بدون لحاظ گپا را گفتی؟ نه والا. تا میالی را ما به تاریکی نماز گپ نزدیم. چرا؟ به شراب خوردن رد نکردیم. چرا؟ یک مقتدی شراب میخوره و او ماهانه برام 1000 روپیه در جیب میمانه. این رواز رس نایب کسی که وراثت پیغمبر را در پیش میگیره، این نقطه ها را در نظر بگیره، بعد از اعلان بکنه که ما واقعا وارث پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستم یا نه. حدیث در مسلم هم خواندیم. عایشه رضی الله عنها چی گفته بود؟ کسی که میگه که نعوذ بالله پیغمبر بعضی احکام خاص کرده برای بعضی با هم بیان نکرده، افترا بالای کی کرده؟ الله کرده. چرا که الله میگه که اگر توی کارا را کلش نرساندی تو چی کردی؟ رسالتت ناتکمیل است. پس او مردمی که اگر این روز عقیده داشته باشه که قرآن کامل نیست، این 30 سپاره نیست، چند سپاره است؟ 40 سپاره است. 10 سپاره از یام دزدی شده. چی شده بگه؟ دزدی شده. اینطور آدم کسی مسلمان گفته میتونه؟ چرا نمیتونه؟ الله بیان کرده، اعلان کرده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حفاظت قرآن کی به ذمه گرفته؟ الله متعال. امی فرقه فعلا وجود داره، امی گپ میزنه، میگه این قرآن ناقص است. قرآن دیگر باز بگه امام مهدی میاره، او قرآن پور است. در اونجا بیان خلافت یا چی امامت علی رضی الله عنه ذکر شده. بعد از اون مهدی که میبره برای سرزنی شما میبره. خود این یاد داشته باشه. و همونطور نمیبره شما غاصبین که تالی را 1400 سال هم شده حکومت اسلامی را غصب کرده، باز قطعتان کار داره. این مردم باز چی میکنه؟ خیشی خطش میکنه. او میگه که تو باش مهدی برای باز با قطعت کار داره. اوی دختری خدا برش میده. عجیب نیسته؟ خب الله رحم بکنه. خب مبتدی چی میگه؟ مبتدیام چی میکنه؟ نسبت تکذیب پیغمبر و تکذیب الله را میکنه. الله خود گفت پیغمبر خدا کل دین برسان. در جمله دین مسائل که ثواب دارم پیغمبر برای ما بیان کرده، یعنی که نگاه کرده قطعی خود یک چیزی را. لیکن مبتدی امروز میخیزه میگه نه پیغمبر نمیفهمید.
میلاد روز تولد پیغمبر هم جشن گرفتن بسیار ثواب داره. در حدیث موضوعی چی نوشته کرده؟ 1 درهم در روز مولود در قرائت میلاد مصرف کرده. چی؟ در خواندنش. امروز کی در جنت هستی؟ ابوبکر. آسان گپ مردم. چرا اینقدر زحمت میکشی؟ این گرمی ها رو روزه میگیره. این 5 وقت نماز میخوانی، خود بیخو کرده. آسان گپ آسان. روز میلاد که آمد 1 درهم بده در میلاد مصرف کو، خلاص قطعی کی در جنت باش؟ ابوبکر. گپ جور است دیگه. قرآن کریم رد میکنه برای این مبتدعین که بدعت‌ها را ایجاد میکنه که نه، الله متعال پیغمبر خدا مامور کرده که رسالت تکمیل نکردی اگر نشد. والله یعصمک من الناس، الله نگاه میکنه تو را از مردم. تا او وقت تا که آیت نامده بود پیغمبر پیردار امرای خود نگاه میکرد. نگاه کردن پیرداری منافات با توکل نیست، چرا توکل استعمال اسباب ظاهری است و عدم اعتماد بالای کی؟ اسباب ظاهری است. اعتماد بالای کی بکو؟ الله. اسباب موثر نیست. اما زمانی آیت آمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفت اعلان کرد کی را؟ پیردارا گفت بری پناهتون به الله. یک حالی اگر کسی بگه که الله میگه من تو را نگاه میکنم در جنگ احد چیست؟ دندان مبارکش میده شد، شهید شد، روی مبارک زخمی شد. چطور اینجا الله میگه والله یعصمک من الناس؟ چند جواب است. اول واقعی احد پیش بود، سوره مائده خواهیم در آخری چی بوده؟ نبوت نازل شده. از او خاطر این بعد از اوست، او واقعا پیش بوده. یک یا الله میگه تو را نگاه میکنه من الناس در قتل، در زخم و جرح نه، زخم و جرح خسرش آمده شده میتونه. اینه منظور است که الله متعال میگه من تو را حفاظت میکنم. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، یقینا الله متعال هدایت نمیکنه قوم کافر. اینه یعنی الله قوت نمیده کفار که نعوذ بالله نبی پیغمبر علیه السلام قتل بکنه. چند دسیسه را یهود جور کرد یا نه برای قتل پیغمبر؟ مشرکین جور کرد. الله نگاه کرد چه؟ مشرکین گفتن که الا یک جای شدن مشوره 4-5 مشوره را از هشام ابن حکم بود، از ابو جهل بود، از ولید ابن مغیره بود. مشوره ها را جمع کردن. کسی گفت قتل کنیم، کسی گفت از وطن برانیم شه، کسی گفت که دیگه اجازه بندی میکنیم شه. مشوره ها شد. یک نفر که مشوره داده گفت نه اجرا نداریم، قوما کلگی جمع شویم یک دفعه هجوم بیاریم قتل کنیم که قتل چی شود؟ هنگامی، قاتل مشخص معلوم نشود. حالی در قتل هنگامی قاتل مشخص معلوم نمیشه، دیت سر ما میشه، کلی ما پیسه قیمتش میپردازیم، برو بخیر آرام زندگی میکنیم. از زمو خاطر منصوبه را جور کردن که پیامبر علیه السلام در خانه نعوذ بالله به قتل برسان. الله متعال جبریل امین روان کرد، راه چی را؟ هجرت در پیش گرفت. الان نگاه کرد شانی باز بعد از او که در پشت سرش کفار رفته بود و در دانی غارم پایا معلوم میشید. ابوبکر رضی الله عنه دیده بر میریخت که حالی ما دیده میشیم، به خاطر ترس از بالای کی؟ بگه ترس بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم. اونجا پیغمبر علیه السلام برش میگه که لا تحزن ان الله معنا، غم نکو الله امروی ماست. امروز تو بی ادب میخیزی ابوبکر مرتد میگی. و صحنه امی لحظه که ابوبکر رضی الله عنه دیدیش میریزه به خاطر ازی که پیغمبر در گروی در دست کی نفته؟ کفار. ابوبکر سر جان خود میترسید؟ نه، کلا قطعا نه. یک آب دیدی که دمی لحظه ریختان دمی بس کفایت میکنه. تو بدبختی چوچه یهودا که نعوذ بالله ابوبکر رضی الله عنه را تو مرتد میگی. سنگ بزرگ بالا برده بودن که سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله بندازه. جبریل امین آمد پیغمبر زود تیکد از جای خیست. دیگه جایی که زهر برش انداخت که آخر امو یک چیزی گوشتم خورده بود تا آخرین زندگی شام چی احساسی امو زهر میکرد که آخر وفات پیغمبر علیه السلام هم از اثری چی بودن؟ اون امو زهر بودن. دیگه در احد وقتی که کل مسلمانان میدوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوار استوار باقی مانده بود، الله چطور نگاه کرد چه؟ خب الله نگاه میکنه. والله ان الله لا يهدي القوم الكافرين، الله هدایت نمیکنه قوم کافر، کسی که منکر است، عنادی و ضدی. پیغمبر علیه السلام بالای تو رساندن است، دیگه مسئولیت تو نداری، مسئولیت خود ادا کردی. حالی کی ایمان میاره کی نمیاره کاری تو نیست، او کاری الله متعال است. قل یا اهل الكتاب، بگوی یا اهل کتاب لستم علی شیء، نیست شما بالای کدام چیزی، نه بالای کدام دینی معتبر، حتی از چیز بودن شما را میکشه. چیز نیستی، شی شمرده نمیشه، شی هم نیستی. ما شما بگیم دیگه چی هم نیستی. یعنی
هیچ اعتبار نداری، عزت نداری. الله اکبر. قرآن کریم چقدر با ندای بلند یا اهل الکتاب اهل کتاب، این نسبت های محض برایتان هیچ فایده نداره که خود بگی نحن ابناء الله، ما بچای الله هستیم نعوذ بالله، یا نحن چی اولیاء الله، یا نحن ابناء اولیایی، ما بچای اولیایش هستیم، ما بچای پیغمبران هستیم. این دعواهای باطل است. نسبت های محض سبب نجات انسان نمیشه، سبب افتخار انسان نمیشه. نسبت های محض، ما آخوندزاده صاحب هستم، ما ملازاده صاحب هستم، مخدوم صاحب هستم، پدرم عالم تیر شده. این گپای نسبت ها برای آدم فایده نمیکنه. ما سلفیستم، ما حنفیستم، ما شافیستم، این نسبت ها برایتان فایده نمیکنه. قرآن چقدر واضح بیان میکنه. لستم علی شیء، نیست بالای شما بالای کدام دینی که قابل اعتبار باشه. تا چی وقت نیسته؟ حتی تقیم التورات، تا که شما قایم کنی تورات. تا که تورات قایم نکردی شما هیچ حیثیت نداری، هیچ حیثیت. صحیح است که علمیت زیاد داره، افتخارات علمی را حاصل کرده، کمال علمی را حاصل کرده، پدرها و نیاکانتان پیغمبران تیر شده، خب بزرگا تیر شده، لیکن این افتخارات برای خود یک شرط داره. این وقت قابل اعتبار شمرده میشه که شما سری تورات عمل بکنی، حق تورات ادا کنی، خود تعلیم و تدریس کنی، خود سرش عمل بکنی، دیگران را دعوت بده. اگر این کارا را نکرده بوده بس دیگه نگویی که ما علمای خوب هستیم، بچهای پیغمبر هستیم. نه 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 نه. قلم بطلان سر کل نسبتای چی بگوی هوایی کش کرد. نسبتای هوایی امیره میگه ما اهل سنت والجماعه. کو کی اهل سنت والجماعه؟ ما جنتی هستیم. کدام عملیت از جنت؟ بیا تو اصل حقیقت درکو. سفیان رضی الله عنه صحابی است، او میفرمه که در قرآن کریم از این آیت کرده سخت‌تر دیگه آیت بر ما نیست. چرا؟ میگه این اصلا تنها به اهل کتاب نیست، به علمای امت هم امی خطاب است. علمای امت ما در داخل است که ای علما، شاید که علمتان خیلی زیاد باشه، معلومات مسائلتان خیلی حاضر جواب باشه، او حافظه دکتر زاکر نایک شده باشه، لیکن شرط داره. این افتخارات زمان قابل اعتبار شمرده میشه. یا خود سلفی میگه، یا خود اهل حدیث میگه که ما عین به حدیث عمل میکنیم، یا خود موحد میگه. این نسبتای محض فایده نمیکنه تا وقتی که حتی تقیم التورات والانجیل، تا که قایم کنه شما تورات و انجیل در وقت و زمانش. و ما انزل الیکم، آنگو چیزی را که نازل کرده شده الیکم بسوی شما، قرآن و حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، من ربکم، از جانب پروردگارتان. افتخار و کمالات اینی وقت باز براتان نصیب میشه، در غیر از اون نیست. خلاص ما را میگه قایم کنه تورات. قایم کردن تورات کدام است؟ نافذ کردن احکامی که در تورات آمده، عملی، جنبی عملی دادن، دیده شوه اثر احکام کتاب الله در مردم دیده شوه. کتاب الله با تقوا دعوت میده، آثار تقوا در مردم دیده شوه. کتاب الله گفته نماز قایم کنه، اثری نماز دیده شوه که راستی قایم میکنه. چی رقم نماز میخونه؟ زفت و پرود میکنه یا نماز میخونه؟ تا اینمی وقتا که این کارا نشده باشه، این نسبتای محض سبب افتخار انسان نیست. قرآن رد میکنه ولا یزیدن کثیرا منهم، خامخا زیاد میکنه بسیاری از یارا ما انزل الیک، و احکامی که نازل کرده میشه به سوی پیامبر علیه السلام، من ربک، از جانب پروردگارت، طغیانا، سرکشی، و کفرا، کفر. چرا؟ تحریفات میکنه، عمود صفات را مکمل تحریف و تغییر میده. کفر به خاطر که کتمان میکنه حقیقتای گپارا، مکمل بیان نمیکنه، دیگه هم در سرکشی اضافه شده میره. فلا تأس علی القوم الکافرین، عذاب الله رسیده نیست. وقتی که کتمان احکام الله شد، تحریف احکام الله شد، عذاب خامخا، پس عذاب بی موجب نمیاد، بسیار در موقع مناسب میاد. چرا؟ این مردم حتی در آن چیزی که سبب افتخارشان بود، در او چیز بخیلی کردن. حالی بیان حق، بیان آن چیزی که در کتاب آمده چرا پوشانی؟ عالم کتاب که مسئله وضاحت میده و بیان میکنه، دیگه علمی از او اضافه میشه، سبب افتخار میشه، مردم چی میکنه؟ عزت برش میکنه، دیگه هم تعظیم میکنه مردم که الله تو را اجر بده. فقط بیان تو بود که مرا ذهن داد. الله اکبر. یادم سالا برای ازی دعا میکنه که سبب هدایتم سخن فلانی شده.
تو چرا پنهان میکنی؟ صرف به خاطر متاع دنیا از دست نرو. فلا تأس علی القوم الکافرین، غم نخوری پیغمبر اسلام برای قوم کفار. عذاب که سرشان میاد خب به جای میاد، مناسب است. چرا؟ یا آنقدر ظلم و زیادت کردن که کتاب الله را پنهان کردن، حقایقش مردم در تاریکی قرار دادن، مردم حقیقت نیافتن. از دو خاطر یا سختری مستحقترین مردم برای عذاب الله است. ان الذين امنوا والذين هادوا، پیش هم میگه بود، آلی هم میگه پس همین کسایی که خدا منصوب به کتب آسمانی داره، معزی به نسبت ها که نامم در آذری مسلمان ها ثبت شده، در تذکیره اسلام گرفتیم، در خانه مسلمان پیدا شدیم، کفایت نمیکنه. این سبب یا مدار نجات انسان نیست. نصرانی بگه که من در رجستر نصرانی ها کتاب آذری از آن ثبت است، خلاص در کلیسا میرم. یهود هم اینطور میگه، صابیر هم اینطور میگه. ان الذين امنوا، یقینا کسانی که دعوای ایمان داره، والذین کسانی که هادو یهود هستند، و صابئون صابئین ستاره پرستا، یا کسی که دعوا داره که ما زبور پرستش میکنیم، یا کسی که دعوا داره که به دین ابراهیم خلیل الله هستیم، و النصارا کسایی که دعوا داره که به دین عیسی علیه السلام هستیم. هر کدام از یا قابل اعتبار به نام نیست که خود منسوب به این نام میسازه و افتخارات برای نام برای خود ثابت میکنه. نه، افتخارات کی میاد؟ من آمن بالله، کسی که از این جمله ایمان به الله بیاره، همون ایمانی که قرآن تشریح میکنه، و الیوم الاخر، به روز آخرت ایمان داره، و عمل صالحا، تنها ایمان عقیده کفایت نمیکنه تا که عمل صالح قطعش نباشه، و عمل بکنه. چه رقم عمل؟ مطلق عمل. آلی مردم مطلق عمل میکنه، نه صالحا که خالص به خاطر رضای الله و موافق نقشه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. فلا خوف علیهم، این نمیتور مردم ترس بالایشان نیست از عذاب الله تبارک و تعالی یا از گناهان سابقه، چرا که کلش الله معاف کرده. ولا هم یحزنون، غمگین هم نیست. چرا؟ به خاطر که چیزی را از دست نداده، بلکه کل مامورات الله را بجا کرده. آن چیزی که سبب افتخارات بود کلش را دست گرفته. این مردم افتخار بکنه. نسبتای محض سبب افتخارتان نیست. ما مسلمان ها امروز میگه کل افتخارات از ما باشه. وقت چی چیز؟ به خاطر که خدا مسلمان میگیم. حقیقت اسلام کجاست؟ در زندگی تسلیم هستی به نظام الله؟ راست میگی؟ تسلیم هستی؟ تویت که شب باز تسلیم هستی؟ ملا صاحب برات میگه نگو سازین در نمیاد. یک روزی خوشی دارم ملا صاحب، توی چیست مورده خو فرق شابه. تسلیم هستی به اسلام؟ به محض نام اسلام کل افتخارات از خود میکنی و دعوا داری که برای ما باشه. امروز مسلمانای ما در اشتباه سخت رفته، فکر میکنه که ما به محض نام خدا مسلمان ماندن کلی چیزای ثمراتی که برای ایمان و اسلام قرآن ذکر کرده و کلش برای ما نصیب شود. نه، نصیب وقتی میشه که حقیقت ایمان درک کرده باشه.